خیرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی. دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکستی رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورمов هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه‌های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می‌دراید. هر بار که فایلی در مورد دین بارگیری می‌کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می‌رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می‌دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه‌های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت‌ها در مورد موضوع‌ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان‌های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان میباشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملیکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری می‌کند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهمنامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهمنامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می‌دهد. در آغاز ماه ینور امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلام کرد که با کمک چین به کشور پایگاه‌ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می‌کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاع خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات‌های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه عاید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزءهای آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتر مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایشی بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. به گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری‌ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می‌دهند. به گفته این کارشناس، ایجاد مرکزی یگانه کمیونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت‌ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم‌ها میباشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری‌های معاصر را قادر می‌سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخله تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده‌ها وارد می‌شود. به گفته وی، این اقدام‌ها به مقامات امکان می‌دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افراطگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی‌های رژیم کنونی نیز از بین توده‌ها پیدا شوند.
نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی‌سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرح‌های شهر بی‌خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسائل فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت‌های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جاری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم‌های آمریکا است و سببش همکاری‌های زیچ آن با خدمات مخصوصی کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده میشود البته زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان میآید. پایگاه خبری اورازیا نت می‌نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره راه اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند. در راه هستید مهمانی یا در جای کار. علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.